خب صرف فعل با هم میخونیم. 4 نوع فعل و 5 نوع ضمیر رو با هم قبلا خونده بودیم. 4 نوع ضمیر دیگه بهش اضافه شد. گفتم آلمانی دیگه از اینجاها به بعد یکم داره شروع میشه، پس دقت بکنید. Ich komme, du kommst, sie kommen، این تو شمای محترمانه است. kommt او مذکر، sie kommt او مؤنث. من دیگه این ضمیرها هم دیگه توضیح نمیدم، اون چیزایی که قبلا گفتیم و خیلی بهشون اشاره نمیکنیم. اس او خونسا، اینم دوباره مثلا برای آب و هوا میگن، یعنی اسقگنت، مثلا داره بارون میاد. ویا میشه ما، ایا میشه شما، یعنی شما چند نفر. kommt ویا kommen und sie آنها kommen. ببین الان مثلا 3 تا زی داریم، زی، آنها، زی او مؤنث و زی شما محترمانه.